علمای کرام توحید اسما و صفات را یک تمثیل زیبای میزنند. به امروزه زمانه ما و شما بسیار موافق است که الحمدلله با این مثال را پیشنهاد کردن بسیار بیشتر و خوبتر برادران و شنوندگان محترم قدر و قیمت و فایده توحید اسما و صفات را از خود میکنند. ببینید برادران عزیز و مهربان، امروز در راه ها وقتی که ما و شما میبراییم در راه های ماشینگرد میبینیم که علامت های گوناگون در راه ها گذاشته شده هستند. یا در راه میرویم در جای چراغک راه هست که رنگهاش تغییر مییابد، سرخ میشود و سبز میشود. پس انسانی که همین علامت های راه را نداند و انسانی که چراغک راه را نداند که چی معنا دارد، آیا اون انسان میتواند که در اون راه سبکروی خودش را، ماشین خودش را بدون صدمه براند؟ بلخصوص در جاهایی که ماشین زیاد باشد آیا میتواند؟ البته نه. انسانی که در این راه ها میبراید باید اولا بداند که اون علامت های راه چی معنی دارد، یا اون چراغک سرخ بشود چی معنا دارد، سبز بشود چی معنا دارد. این را باید بداند. اگر که ندانی زود دچار صدمه می شود به خاطر ندانستنش. علمای کرام میگویند توحید اسما و صفات انا همین طور به مثل علامت های راه است، به مثل چراغک راه است. هر انسانی که توحید اسما و صفات را کاملا از خود بکند، پس این انسان دیگر دوچاری صدمه عقیدوی نمی شود، دیگر در بدعت و خرافات نمی غوطد، دیگر حق الله تبارک و تعالی را به بنده نمی دهد. پس این هست فایده ای توحید اسما و صفات. ببینید برادران عزیز مهربان چی تمثیل زیباست. پس دوستان عزیز، آن راهی که شما را به الله میرساند، آن راهی که شما را به مقصد اصلی رازگی الله تبارک و تعالی میرساند، پس شما این راه را قاعده اش را از خود بکنید. به مثل که امروز قاعده ای راه را به خاطر ماشین راندن، به خاطر سبکرو را راندن در راه ها از خود میکنید که دوچار صدمه نشوید. انا همین طور قاعده راهی که ما و شما را به رازگی الله تبارک و تعالی میرساند، این قاعده را همچنین از خود بکنید تا اینکه به صدمه واقع نشوید که در نیمه راه بمانید، از رازگی الله محروم شوید و به الله تبارک و تعالی با خوشنودی نرسید. پس دوستان عزیز، این قاعده راهی که یکایک ما و شما موحدین را به الله تبارک و تعالی میرساند، اولا پیش از همه باید ما و شما این قاعده را از خود بکنیم، نام ها و صفات الله را کاملا بدانیم و کاملا از خود بکنیم، تا اینکه نام هایش را به کدام مخلوق و به کدام چیز دیگر ندهیم، تا اینکه نام هایش را به کدام انسان و شخصیت نسبت ندهیم و همچنین صفات الله تبارک و تعالی را به مخلوق ندهیم. صفات الله تبارک و تعالی را تنها و خاص خودی الله بدانیم. پس دوستان عزیز، برادران عزیز مهربان، توحید اسما و صفات را کاملا و خوب و خوش از خود بکنید تا اینکه به مقصد اصلیتان با سری بلند برسید. پس این است توحید اسما و صفات. دوستان عزیز متوجه باشید، تعلیم گیرنده و یاد گیرنده و از خود کننده و به دیگران تعلیم دهنده این علم های بزرگ علم توحید باشید. و در اینجا این درس را به پایان میرسانیم و یکایک شما برادران و دوستان را به الله تبارک و تعالی می سپاریم. هر کجایی که باشید با قرآن و سنت باشید، با حق باشید و تا درس آینده در حفظ و امان الله تبارک و تعالی باشید. و جزاکم الله خیرا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله